میطلب بیادر ما 1000 میکرامتی ندارم پیسه این چیز که نباشه که بخوری شیرام نیست بیادر هیچ کس بیادر دروازه داری ما نمیکنه تو چی حال داری که تی 4 تا اولاد چی میکشی میشه نال خرچ خوراک اولاد کنیم تا چند ساده خیرتان بته بیادر ما پرسان میکنیم که بسیار در خانه کوچک همراه 4 تا از اولادشان زندگی میکنن. این مادر سلامت و بخیر باشی مادر جان. اینجا خودتان چقدر مدت میشه که زندگی میکنی؟ اینجا بیادر جان 1 سال میشه 1.5 سال میشه که شوهرم گم از مرده و زنده شده دستم بیچارگی و مسکینی از خانه برآمد گفت اگه شب میرم طرف ایران از اونجا برآمد از خانه از پیش من نمیفهم بیادر نه مرده شد رفتم نه زنده شد گم شد. اینجا خودم 1 سال میشه که از اون اولی که من شدم که شوهر مرا کشیدم اینجا آمدم. اینجا 1 سال است بیادر جان که من میشینم اینجا وقتش دیشه مادم از من کرام میطلب بیادر ما 1000 میکرامتی ندارم پیسه این 4 تا اولاد کنیم بسیار با مشکل بیادر گرفتار هستم. چاشتا میافم شبانه شب میافم صبحانه از کارش دیر میشه به یک رنگون تفلکم خورده است 1 سال عهد نماز از من میطلبه چای بوره میطلبه چیز که نباشه که بخوری شیرام نیست بیادر بسیار وضعیتم خراب است بیادر مشکلاتم زیاد است. شوهر میگوید قدر مشکلات نداشتم بعد از هیچ بیادر روز خوبی ده 1 سال من نهید تفلکای بس خورده ریز از من هر چیز میخواین هیچ چیز برشون کار نمیتونم میلق منان درست داده نمیتونم شون بیادر بلای دیگه چیز کنم. یا خدا مهربان است مادر جان. انشالله که شوهرتان پیدا شود و میفهم درد رنج مشکلات مردم ما بیشتر است. خداوند متعال تباه و برباد بسازه تمام کسایی که کشور به وطن به ایالت رساندن و خودشان فرار خودمان باز گرفته این مشکلاتتان ای درد رنجتان که میبینم دل سنگ باشه که یالتتان رو ببینه و عشق نریزه. میفهم مشکلاتتان رو درک میکنم. باز از فامیل شوهرتان کسی نیست که امرتان کمک کنه یه چقدر کرامیتین بیادر یک بیکس بیکوی ما بودم یک بیکس بیکوی شوهرم کاکا داشت من خودم یک بیادر دارم بیادر مطلعه که نیازال روز خودم بدتر است کس که باشم بیادر الکلکی دال روز خود است ما خود نمیکنه که 4 تا اولادم کل ما دال روز خود هستیم برای یافت کنی 1000 کالاشوی مینم بیادر یک آنجا این بچه یک مرایی میکنه پالاسیک فروشی بیادر روز با قرار زده بودنش هیچ جور نیست خودشم زردی سیاه داره بچه زده بودنش بیادر شامت دیدم جانش یک چند بدم کمی کلوچایشم جا پای پاستایش گیره زده بودن کم نواه شد پشوریشم برآمدم بیادر گفتم باش چرا این شد ایره گرفته بودن تاک تانیسته بودن دمیر آوازت رو های مانت خطرناک بیادر دیگه خودم کالاشی میرم بیادر خانه مردم پاکاری میکنم هرچی دستم شوا میکنم این تفلکم خورده سینی که کاد تا دختر کاز یک وقت برشان یافت میشه میتم نمیشه هیچ اینو تو مشکلاتم زیاد از بیادر دین میخوانه گه کستم با خدای تو بار داری بیادن با شکم خورده در پا پیسی من برش یافت نمیشه که من برش بخوام از من چه کرا میتونم میگم ما 1000 برز زور که ما 1000 پیدا شد خب میتونم خیرک نشت خیر ما 700 خب میتونم حوصله کمیت میگه اینو ما روزا ما تی چیز خانه درک ندارم از چی کارم میتی برو برای که جاش پس خانه ما سنواری ما سیم است اشتکای تو دست میزن هر چیز کار داره فرض داره بسیار بیادر با تنگ اومدیم ما می کشتار خود بیادر رضا شدیم که چیز بخورم ببرم بازمشون اولادای میبینم یا اولادای تو میشه بیادر هیچ کس بیادر دروازه داری ما نمیکنه تو چی حال داری که تی 4 تا اولاد چی میکشی چی میبینی میدونی چه شیشتی بیادر سوختم در گرفتم کنه به خدا مهربان است مادر جان. انشالله خداوند متعال امید همه که ما خداوند است که این درد و رنج و
این بدبختی ملت ما را خداوند متعال حل بسازه و این مشکلات کل ما شما را. چرا که واقعا اگه امید انسان به خداوند باشه و خداوند متعال هم چاره ساز و تمام مسائلش و مشکلاتش حل میسازه. تشویش نکنین، خدا میره. پیسیشان بر ما روان میکنن، میگم هموطنای بی‌وزات ما را کمک بکنیم و این مشکلات خودتان ما میفهمیم، درک میکنیم. کل مردم ما مشکل داره. خیلی جگرخون میشه که میبینم مردمش به این وضعیت است، به این حالت است، فلاش بی سرپناه در حالت بسیار بد زندگی میکنن. خداوند مهربان است مادر جان. انشالله ما یک 5000 افغانی امروز امرایتان کمک میکنیم و در مراتب بعدی هم کمک های ما رو میداشته باشیم. انشالله که ما بتانیم با این 5000 افغانی یک مقدار از مشکلات شما کم بسازیم و در مراتب بعدی هم امرایتان حتما ما کمک میکنیم و از تمام هموطنان ما که در داخل و خارج از کشور زندگی میکنن و توان دارن که همه دوست هموطنای بی‌وزات ما را بگیرن، ازشان صمیمانه تقاضا میکنم که لطفاً به حال ملتتان برسین و همه دوست هموطنای بی‌وزات را بگیرین. بسیار زیاد تشکر. بخیر سلامت باشین. ان شاء الله خداوند متعال مشکلات همه ما و شما را حل بسازه. مادر بخیر باش. اگه کدام پیام دارین در آخر میتونین بگوین. زنده باشی بیادر جان. همین کسای خیر است اگر دوستشان چیز میشم رای ما کمک کنه بیادر جان. خیر می خانه تان آباد بیادر جان. زنده باشی. ما یاد ما را کردی. خداوند قوتتون جمع کنه تانی هر کی به ما کمک خداوند خیر بده. زنده باشه. خانهشان آباد. خیر بیادر جان. خداوند از تان راضی باشه. زنده باشه بیادر جان. شما دوست ما بیچاره را میگیری. خداوند هر بلا را سر رایتون دور کنه. بخیر باش مادر جان. یک حسابشان بگو خیلی که کم نباشه از پیش ما. بخیر بسیار از بیادر جان. 500 یک ما داشته باشیم برام از زیاد از بیادر. این خب 5000 میشه نال هرچ خوراک اولاد کنیم تا چند روز خدا خیرتان بده بیادر. زنده باشه. بخیر سلامت باشین.